فقط می خورده داسا و خشه بجسته آخه شب پاچک مرغ خورده. بعد من اون نخون مرغ گیر کرده. کاش که می روزی 11 ما بده که 11 ما قرآن مخواهی شدی. اگزاز دیزل تمامیه. چیکاره؟ چی گپه؟ آخه دیشب شما پاچک مرغ خوردیم. آخه چه ریخته خورخور میزنیم چی؟ با خورخور زدم. بله؟ با خورخور میزنم. گردن و بند باشیم این موتورا چگله ولی اگزازهای که سلیتر نمیده. رز میده مثل اگزاز چیز وری. چی گپ دیشی که بیاد مرا از خواه بیدار کردی؟ چی گپه؟ آرست یا مادر بچه شما میگن که چیزه خودی عادی میگم امرو قرار به ساعت 9 بجه شدنه. راست هم میگی ساعت 9 بجه. به کجا قرار بید بریم؟ راست هم میگی باش پس یک زنگ بزنو. به کی؟ باز به کی دیگه؟ خود به او لرم میزنی. با کاکا تو. با کاکا خسور تو. کاکا خوشه. گپ نزنی خوب که زنگ تیر. نه. بله سلام لالا خوبه؟ شکر الحمدلله. گفتم بخیر امروز اول خدا. گفتم بخیر انشالله خود سیاسرا این گل فاتح دست بخیر میاریم. خیلی تشکر. همه شیشته تازه گل میگه بعد دست خود کاکا گپ زنم. باشه. انا از ما شما خدا بس خدا از من گپ زنه. کی؟ کاکا خسور زنه. تصویری که گپ نمیزنی تیاره. میشته شده. بله. فضل خدا زنده باشین شکر. با دعای سر شما دیگه زنده باشین سلامت باشین. خاطر بله. اولاده خوبه. پرسی کو. کی رو داده؟ اولاده خوبه. اولادا خوبم. همه مدلقی کی؟ متعلقین مدلقی یاره دیگه بابا لالا جون نمیفهمم چی میگی. لغت کرد دیگه. متعلقین. همه شما دیگه نفتک و نویری شما خوبم دیگه. زنده باشین سلامت باشین. گفتم اگه به رسم و رسوم شما بعد میانه خاطر گل فاتح دست من کم شوق و ذوق دارم. گفتم من بیایم. بخیر باشه خوش میایه. قدم شما رو چیشم؟ میگم قدم تو که به چیشم. قدم شما بالاتر از چیشم. خداحافظ میاییم تا ساعت 10 بجه به خیر خوشی میاییم. تا ساعت 10 بجه؟ بخیر باشه خداحافظ شما. خداحافظ. مادا وقت ما تو میگم که تو زن ما چکار تو یک متعلقینی نمیتونی. بابا زبون من نمیگه من از عرب مادر میکشید. متعلقی یک دمیگه مادر نقیب بیشتنه.